بعد همین حادثه دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم اذیت داده نشد. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم یک روز خیلی که در صحیح بخاری و مسلم آمده است گفتن که من لکعب ابن الاشرفی، کی مسئله کعب ابن اشرف را میبیند؟ من لکعب ابن الاشرف، کی مسئله کعب ابن اشرف را میبیند؟ فانه قد آذى الله و رسوله، چون وی الله و رسولش را اذیت داد. کسی که رسول الله را اگر اذیت دهد مسئلهش باید دیده شود. کی مسئلهش را میبیند؟ محمد ابن مسلمه من یا رسول الله گفت، ابو نویل من یا رسول الله، چندین نفر. سپس آنها با شمشیرها آمده همه میزد ولی فایده نداشت، یعنی جان نداد. سپس محمد ابن مسلمه با یک خنجر آمده و از همین جاش زدند و تا پایینش فرا آوردند. چنان داد زد که تمام یهودی ها شنیدند. سپس اینها سرش را بریدند و گریختند و پیامبر صلی الله علیه و سلم پیش از آن که اینها را فرستانند در بقیع غرقد به اینها دعا دادند به نام الله حرکت کنید گفت، چون که این خیلی آدم ها را دشمنای اسلام محمد به قتل رسانید. این بیهوده به قتل نرساندند، به این امان داده بودند، این عهد را شکست، این مردم رو به جنگ میشورانید، این میتینگ میکرد. کدام پادشاه میگذارد هم تو آن آدمی که ضد آن میشوراند؟ غیر از این اگر یگان پادشاهی مسلمان ها را کسی حقارت کند کشته نمیشد از نگاه شریعت. حتی حضرت ابوبکر رضی الله عنه در وقت خلافتشون کسی ابوبکر را حقارت و دشنام داد، بعضی صحابه گفتند که ای خلیفه رسول الله اجازه دید سرش را زنیم؟ گفتند که نه، این خاص برای پیامبر صلی الله علیه و سلم است. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم حقارت کرده شوند یا اذیت داده شوند کشته میشد، اما ابوبکر حقارت کرده شد کشته نمیشد. این خاصی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و این حکمی که نه الله حکم کرده است. یعنی کسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم را حقارت کرد، مسخره کرد، او باید کشته شود. بنابراین اینها را فرستادند گفتند که به نام الله حرکت کنید و پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا بازگشتن آنها دعا میکرد. وقتی که به نزد بقیع رسیدن الله اکبر گفتند، الله اکبر گفته تکبیر گفتند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم تکبیر آنها رو شنیده تکبیر گفتند، فهمیدن که اینها وظیفه رو اجرا کرد. الله اکبر. سپس وقتی که به نزدشان آمدن گفتند که افلحت الوجوه، این روی ها نجات یافت، این روی ها ظفر یافت، این روی ها موفق شد. گفت خرسند شدن. آنها سرش را آورده پرتافتند در نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم. عجایبش آن است که یهودها بعد این حادثه نه قصاص طلب کردند، نه به نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمدند، نگفتند که چرا کشتی. برعکس همه خودجین به خانه هاش در آمد. یهودها بسیار به معنی شدند،